قضاوت اشتباهی که یک زندگی را نابود کرد. هرگز از روی ظاهر حکم نکن. پیرمردی خسته با لباسهای مندرس و پاره وارد یک رستوران شیک شد. صاحب رستوران با تندی به او گفت: ما اینجا غذای مجانی نداریم، برو بیرون. پیرمرد با صدای لرزان گفت: من پول دارم. فقط یک پرس غذا می‌خواهم. صاحب رستوران با اکراه غذایی برایش آورد و پیرمرد بعد از خوردن یک اسکناس $100 روی میز گذاشت و رفت. چند دقیقه بعد صاحب رستوران دید پیرمرد روی دستمال کاغذی چیزی نوشته است. من امروز آمدم تا تمام داراییم را به این رستوران ببخشم، چون شنیده بودم اینجا به فقرا کمک می شود. اما فهمیدم که شما فقط به لباس آدمها احترام می‌گذارید، نه به خود آدمها. بخشش من بماند برای جایی که انسانیت در آن زنده است. نتیجه اخلاقی: چشمهای ما فقط ظاهر را می‌بیند، اما زندگی بر اساس باطن می‌چرخد. کتاب را از روی جلدش قضاوت نکن. شاید زیباترین داستان دنیا درون زشت‌ترین جلد باشد.